بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و محترم، شما را به یک ویدیوی دیگری از چینل یوتیوب ترنم خوش آمدید میگیم. عطاالله قانت هستم با یک ویدیوی زیبا در خدمت شما قرار داریم. دوستان عزیز و محترم، برای اینکه ما یک شخصیت عالی داشته باشیم و در جامعه از تبارز خوب برخوردار باشیم، میریم سراغ ویژگی‌هایی که واقعا این ویژگی‌ها تونسته یک شخص را عالی بسازه و یک شخص را موفق‌تر بسازه. ویژگی اول، یک شخص موفق، یک شخص عالی کسی هست که او هدف داشته باشه و هدفش معین باشه و برای این هدف معین شده خود تلاش، زحمت و پشتکار داشته باشه. دومین ویژگی که یک شخص موفق داره، او تمرین گوش دادن فعال هست. یعنی یک شخص موفق کسی است که بیشتر از اینکه صحبت بکنه میشنوه و همین ویژگی بیشتر شنویدن باعث از این شده که او موفق و موفق تر باشه. سومین ویژگی که یک شخص موفق داره، او رژیم غذایی مناسب هست. یعنی یک شخص موفق برای اینکه عالی باشه رژیم غذایی بیشتر و بیشتر و خوبتر استفاده میکنه. و همچنان چهارمین ویژگی که یک شخص عالی و با کاراکتر داشته باشه، او شبکه سازی مؤثر هست. یعنی یک شخص موفق او بیشتر تلاش میکنه با کسایی که در اطرافش هستن، با طیف های مختلف، با افرادی که در اطراف و نواحی زندگی میکنه ارتباط مؤثر، فعال و کارا داشته باشه. پنجمین ویژگی، او ورزش منظم هست. برای اینکه خوبتر و عالیتر بدرخشی ورزش باید داشته باشی و تا اکنون تو وقت فکر میکنی فرد موفق هستی ورزش نداری، حتما که در یک قسمت از ویژگی‌های تو خلل وارد شده است. و همچنان یک از ششمین ویژگی که یک فرد موفق می داشته باشه، او تماشا نکردن تلویزیون هست. حالا شما بگین که چطور یک فرد موفق میتونه که تلویزیون تماشا نکنه؟ این به این معنی نیست که ما کاملا از تلویزیون به دور باشیم. به این معنی است که یک فرد موفق حداقل در یک شبانه روز 1 الی 2 ساعت خود را مصروف تماشای تلویزیون می شود. همچنان هفتمین ویژگی که یک فرد موفق میتونه داشته باشه، او مطالعه روزانه است. یعنی یک فرد موفق کسی است که با اسکیجول بندی و تقسیم اوقات بندی منظم مطالعه خود را منظم کرده و در یک روز در اوقات معین مطالعه تخصصی و همچنان آفاقی می داشته باشه. و همچنان هشتمین ویژگی یک فرد موفق توسعه فردی است. این یک فرد موفق کسی است که هر روز چیزی بیاموزه، هر روز مسائل جدیدتری بیاموزه، هر روز چیزی به گفتن، به تقدیم کردن و به داشتن داشته باشه. بنابراین یک فرد موفق فرد توانا و کارا هست. نومین ویژگی که یک فرد موفق می داشته باشه، او سحرخیزی هست. یعنی یک فرد موفق کسی است که سحرخیز می باشه. سحرخیز باش تا کامگار باشی. دومین ویژگی که یک فرد عالی و یک فرد بهتر داره، او تفکر مثبت هست. یعنی اگر تفکر مثبت نداشتی، بنابراین تو از این ویژگی فرد را نداری. بنابراین تفکر مثبت یک از پارامترهای مهم شمولیت در افراد عالی جامعه هست. شما سلامت و بخیر باشین. برای این که برنامه‌های بعدی ما رو داشته باشین، انشالله چینل یوتیوب ما رو لایک، سابسکرایب و همچنان برای این که برنامه بعدی ما آگاه شوین، زنگوله را فشار بدین.